قاعده 95 مفهوم کتاب‌های آسمانی و صحائف منزله را بدانیم. مفهوم کتاب‌های آسمانی و صحائف منزله را بدانیم. اینال کتاب‌های آسمانی، خود کتاب در لغت به معنای نوشتن و یا دفتر است. نوشتن و یا دفتری که در او نوشته شده باشه، این را کتاب میگن. و صحائف جمع صحیفه هست، به معنای صفحات نوشته شده. و قرآن عظیم شان چرا مصحف میگن؟ عرب ها قرآن مصحف میگن. اینال مصحف چرا میگن؟ چرا که در بین از او صفحات نوشته شده هست. کتاب‌های آسمانی کدام کتاب‌ها را میگن؟ کتاب‌هایی هستند که ما و شما میفهمیم که بالای پیامبران علیهم السلام نازل شدن. و صحیفه کتاب‌های کوچک یا رساله‌های خرد میگن که از کتاب کده خردتر می باشه و از جانب الله بالای بعضی از پیامبران نازل شده است.